در این مثال چی داده شده است؟ یکم داده شده این AD پرپندیکولار به DC است، یعنی کنج بین اینها 90 گرادوس است. بعد این کنج ها داده شده است. از ما x رو یابیم میخواهند. x رو چقدر یافته میتونیم؟ باز یک چند نمودی راه هست چقدر که ما گفته بودیم از دو کنج درون با یک کنج بیرون برابر است، همون خیلی رفته میتونیم. بیاین دیگر راه رو استفاده بریم. بگذاریم این دو کنج رو بگیریم. این هر دو این کنج A B گویه. از این سه کنجی A B C مدت میتونیم که A جمع B جمع 90 A جمع B جمع 90 باید 180 باشد و A جمع B از اینجا به ما به چی برابر است؟ به 90 گرادوس برابر است. اکنون سه کنجی کلون بینیم A B C در سه کنجی A B C در این سه کنجی A B C ما چه کنجا داریم؟ 3x جمع A داریم، یعنی 3x جمع A جمع 4x جمع 2x جمع b. این همشون با 180 گرادوس، یعنی سه کنجشون مایده و کمون شد یا اون چی وزن نمیشد، هم وقت با 180 برابر است. A جمع b رو ما الان یافتیم، این 90 گرادوس. بیاین ها رو صدا کنیم. این به چی برابر میشه؟ 9x جمع A جمع b برابر 180 و از این که A جمع b این 90 است. 9x جمع 90 برابر 180 و از اینجا 9x برابر 90 x برابر 10 میشه، یعنی x